10 فیلم برتر تاریخ بر اساس لیست هالیوود ریپورتر. به نظرتون جایگاه فیلم اول حقش هست یا نه؟ فیلم شماره 10 فهرست شیندلر. مقطعی از زندگی سرمایه‌دار آلمانی به اسم اسکار شیندلر رو روایت میکنه که تو جریان جنگ جهانی دوم اسرای یهودی رو برای کار توی کارخونه‌اش استخدام میکنه. فیلم شماره 9 اودیسه فضایی از کوبریک. بشریت طی عملیات به شیء مرموز زیر سطح کره ماه برمیخوره. توی این فیلم میفهمید که چرا کوبریک از زمانه خودش جلوتر بوده. فیلم شماره 8 ایتی از اسپیلبرگ. داستان فیلم درباره پسری به اسم الیوت که با یه موجود فرازمینی به اسم ایتی روبرو میشه و با دوستاش و خانواده‌اش سعی میکنن که بهش کمک کنن تا به خونه خودش برگرده. فیلم شماره 7 پدرخوانده 2 از کاپولا. مایکل کورلئونه درگیر سر و سامون دادن به امپراتوری که از پدرش به ارث برده. فیلم شماره 6 کازابلانکا. ریچارد یک کافه رو اداره میکنه و وقتی عشق قدیمیش و همسرش که از رهبران حزب مقاومت به کافش میان، خاطرات قدیمیش زنده میشه. فیلم شماره 5 پالپ فیکشن از تارانتینو. دو تا آدمکش استخدام میشن تا یک کیف اسرارآمیزو که دزدیده شده برگردونن. توی این فیلم چند تا داستان به هم دیگه گره میخوره. فیلم شماره 4 رستگاری در شاوشنگ. یک IMDb 4 این لیسته. داستان بانکداری به اسم اندی رو روایت میکنه که به جرم قتل همسرش و معشوقه همسرش متهم به حبس ابد میشه. فیلم شماره 3 همشهری کین. بهترین فیلم تاریخ سینمای آمریکا از نظر منتقدان. زمانی که چارلز پاستر میلیاردر سلطان مطبوعات میمیره، یک کلمه رو زمزمه میکنه: غنچه رز. و یه خبرنگار دنبال کشف راز این کلمه است. فیلم شماره 2 جادوگر شهر اوز. دوروتی دختریه که با سگش توی مزرعه تو کانزاس زندگی میکنه. یه روز گردباد دوروتی سگش و خونه‌ش رو به آسمون میبره و توی سرزمین عجیب و زیبا فرود میاره. حالا دوروتی دنبال راه برگشت به خونه‌ش میگرده. و فیلم شماره 1 پدرخوانده. داستان زندگی ویتو کورلئونه، رئیس خانواده مافیایی نیویورک که یه پیشنهاد باند قاچاق رد میکنه و پسرش مایکل درگیر نبرد با خانواده مافیایی دیگه میشه. این پست رو سیو کن تا یه لیست تماشای عالی داشته باشی و اگه عاشق دنیای فیلم و سریالی پیجمو فالو کن.